به بهانه بزرگداشت شاه شاهان کوروش کبیر، اولین پادشاهی که مقام و منزلت انسان و ارج نهاد و اولین منشور حقوق بشر توسط او نگاشته شد، اینجام تا براتون از بزرگترین خیانت علیه ایرانیان بگم. چرا 7 آبان روز بزرگ داشته؟ چون در این روز کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری هخامنشی پس از فتح بابل در سال 539 پیش از میلاد فرمان آزادی یهودیانی که در اسارت بابلیان بودن و صادر کرد. در منشور کوروش و همچنین کتاب‌های مقدس یهودیان مثل عزرا هم اومده که کوروش به یهودیان اجازه داد و حمایت مالی و سیاسی کرد تا به اورشلیم یا بیت المقدس امروزی برن و معبد سلیمان رو بازسازی کنن. با این اقدامش باعث شد تا یهودیان از اون به عنوان منجی یاد کنن و اونو فرستاده خداوند یا مسیح خدا بنامن. البته در قرن اول میلادی معبدشون دوباره به دست رومیان تخریب شد و در سرتاسر جهان پراکنده شدن. و اما بر اساس کتاب استر یهودیان کمتر از 70 سال بعد در دوران پادشاهی نوه کوروش یعنی خشایارشاه بزرگ نقشه قتل عام بیش از 77,000 ایرانی توسط یهودیان کشیده شد. شخصی یهودی به نام مردخای از مقامداران دربار شاه تونست با زیرکی برادرزاده خودش یعنی استر که از قضا دختر زیبارویی بود و به پادشاه معرفی کنه و نتیجه این شد که استر شد ملکه و همسر خشایار. بر اساس کتاب عهد عتیق یهودیان مردخای و استر با نقشه و دسیسه تونستن بر ذهن خشایار تاثیر بذارن و راضیش کنن تا فرمان قتل وزیر خودش یعنی هامان رو صادر کنه. بعد از اعدام هامان به بهانه شکست دشمن فرضی از شاه ساده مجوز کشتار مخالفان خودشون رو گرفتن و به این ترتیب در سراسر ایران هخامنشی بیش از 77,000 ایرانی رو قتل عام کردن. یهودیان چند صد ساله که این روزو با نام پوریم جشن میگیرن و تا سرحد مستی مینوشن و میخورن.